دوستان، وقت بخیر. توی این ویدیو میخوایم در رابطه با مفهوم اعداد صحیح صحبت کنیم. اعداد صحیح. اعداد صحیح اعدادی هستن برای که خوب متوجه بشین روی محور نصب میکنیم. اعداد صحیح اعدادی هستن که شامل اعداد منفی و شامل اعداد مثبت میشن. پس اعداد صحیح شامل اعداد مثبت و منفی و صفر هستش. در واقع اعداد صحیح 3 دسته است: مثبت، منفی و صفر. در رابطه با اعداد صحیح 3 تا نکته وجود داره. نکته اول در رابطه با حل کردن یه سری سوال ها جواب، برای اینکه به یه سری سوال ها بتونیم جواب بدیم باید 3 تا نکته رو بدونیم. نکته اول، تمام اعداد مثبت از تمام اعداد منفی بزرگتر هستند. طبق چیزی که روی نمودار کشیده بودیم میگه که تمام اعداد مثبت بزرگتر از تمام اعداد منفی هستند. اعداد مثبت 0 به بعد هستند و اعداد منفی 0 به قبل هستند. میگه تمام اعداد مثبت بزرگتر هستند از تمام عددهای منفی. نکته دوم میگه که 0 از تمام اعداد منفی بزرگتر هستش. 0 از تمام عددهای منفی بزرگتر هستش. و نکته سوم، 0 از تمام عددهای مثبت کوچکتر هستش. 0 از تمام عددهای مثبت کوچکتر هستش. همینجور که میبینید دهانه رو به عددهای مثبت هستش. 0 از تمام عددهای مثبت کوچکتر و 0 از تمام عددهای منفی بزرگتر هستش. یعنی اعداد منفی هر چقدر مقدار عددشون، کاری به علامت نداریم، هر چقدر مقدار عددشون کمتر باشه یعنی اون عدد بزرگتر هستش و در اعداد مثبت خب طبیعیه هر چقدر عدد بزرگتر باشه یعنی اون عدد بیشتر هستش. الان اینجا -1 بزرگترین عدد صحیح منفی هست. اینجا -1 بزرگترین عدد صحیح منفی هست، ولی و 1 اینجا جا نیستش دیگه، اینجا میذارم و 1 در اینجا کوچکترین عدد مثبت کوچکترین عدد مثبت هست. کوچکترین عدد مثبت هست. چرا؟ چون که 1 از 2 کوچکتره دیگه. خب بعد از 1 اگه 1 نبود کوچکترین عدد مثبت چی میشد؟ 2 میشد. حالا عددهای دیگر رو نداریم. اگه مثلا یه محور میداد، مثلا اینجا بهتون بگم یه محور میداد، از 0 شروع میکرد، 1 2 3 4. اگر از ما میپرسید بزرگترین عدد صحیح در این محور کدام است، باید 4 رو میگفتیم. و اگه بگه کوچکترین عدد صحیح در این محور کدام است، 1 رو باید بگیم. همینطور توی منفی ها برعکس، -1 بزرگترین، تحت هر شرایطی -1 بزرگترین عدد صحیح منفی هست. حالا اگه بخوایم کوچکترین عدد صحیح منفی رو توی نمودار بگیم، حالا اینجا عددهای منفی ما قبل رو ننوشتم،
اگه مثلا داده بود، مثلا تا -5 داده بود، از همون پرسیده بود که بزرگترین عدد منفیه عدد صحیح کدومه، که خب -1 میشد قاعدتاً. و اگر میگفت توی این نمودار کوچکترین عدد صحیح منفی کدام است، قطعاً -5 جواب ما بود. خب اینم از مفهوم اعداد صحیح. توی ویدیوی بعد در خدمتتون هستیم با جمع و تفریق عددهای صحیح. موفق باشین.